سلام عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. دوستان زیادی سوال داشتن که چرا تیغه هامون زود خراب میشه و زود از بین میره. دوستان شما برای برش با نرم بر باید حتما دو طرف تیغتون آب داشته باشه، یعنی همزمان زمان برش باید از هر دو سمت آب روی تیغه ریخته بشه. من به اصطلاح سنگای درشت رو با رافبر برش میزنم، دستگاه برش هم که دو اسبه، ولی سنگایی که ظریف باشن اینجور کاره مثلا بخوام برش ظریف بزنم با نرم بر برش میزنم. حالا هر سانتی باشه فرقی نمیکنه، کوچیک باشه 20 سانت باشه فرقی نمیکنه. شما فقط باید از هر دو سمت آب روی تیغتون بریزه که همزمان دو طرف تیغه آب داشته باشه. اگه این کارو بکنید عمر تیغتون خیلی بالا میره و باعث میشه تیغه خیلی دیر به قول معروف از بین بره. برای این کارم میتونید یه دونه حالت سرم آویزون کنین، برای اینجور وقتایی آب اضافه داخلش بریزین. برای وقتایی که میخواین از دو طرف آب بریزه یه طرفش رو سرم بزنین، یه طرفش هم خوب آب اصلیتون میریزه. خیلی راحت برای خودتون برش میزنید و عمر تیغتون هم خیلی بالا میره. من این تیغه خیلی زیادم باش برش زدم، همونطور که میبینید هنوز انگار نوه.